دلیل نامگذاری خیابون فرشته تهران. حتما اسم خیابون فرشته که پاتوق بچه پولدارای تهران به گوشتون خورده، اما این اسم از کجا میاد؟ آقای محمد علی مسعودی که نماینده مجلس ملی بوده، سناتورم بوده، روزنامه نگارم بوده و برادرزاده آقای عباس مسعودی هم بوده که ایشون مدیر مسئول روزنامه اطلاعات بودن، بالاخره با ازدواج دخترش موافقت میکنه. داماد کی بوده؟ آقای ایرج هدایت، پسر علی قلی هدایت که این آقای هدایت هم نواده ناصرالدین شاه قاجار بوده، هم یک کارآفرین بزرگ. آقا داماد حالا چی کاره بوده؟ ایرج هدایت رئیس کارخونه 1&1 بوده. و حالا همه اینها رو گفتیم در مورخ که به این برسیم اسم عروس خانم دختر آقای مسعودی فرشته بوده و آقای مسعودی که تو خیابون فخرالدوله ساکن بوده به مناسبت عروس شدن دخترش اسم خیابون رو عوض میکنه، میگه از امروز اسم اینجا شد فرشته. خواهر فرشته خانم ناراحت میشه که اسمش مریم بوده و پدر میگه اشکال نداره دخترم، خیابون پایینیه که باریک‌تره مال تو، اونم میشه خیابون مریم. امروز هم فرشته سر جاشه هم مریم. شما از نامگذاری خیابون ها خاطره‌ای دارید؟